سه نوع گیلاس در باغ ملی وحدت شنانیده شده است. عین زمان باغداران نوع محلی سرخ و زرد را جمع آوری نموده ایستادند. همه روزه تا 300 کیلوگرم گیلاس را به بازارهای ولایت میبرند. بنابر معلومات مسئولین برای جمع آوری گیلاس کارمندان کرایه نیز جلب گردیدند. در اینجا غیر از گیلاس نوع محلی اینچنین نمودهای نیگریتسیانکا و باگراتون نیز شنانیده شده است. 4 گکتار گیلازاری که سال 2008 بنیاد کرده بود این حدود از طرف مهنتکشان ناحیه پنجشیر تا شهرستان بنیاد کرده شده است. همه زمین تیار کردنش، درخت‌های چیناندنش و آورده همین بنیاد کردنش از طرف همون مهنتکشان در روز شنبهگی، روز عید نوروز چینانده شده بود. غیر از گیلاس در باغ ملی وحدت 11 نمود درختان میوه دهنده شنانیده شده است که مساحت عمومی باغ 515 گکتار را تشکیل می‌دهد. در آغاز بنیاد باغ آن به 18 شهر و نواحی ولایت سوخت وابسته گردیده بود. مسئولین شهر و ناحیه‌ها با شنانیدن درختان زردآلو و شفتالو، سیبونک، انار و گیلاس و دیگر میوه‌ها در بنیاد باغ مذکور سهم گذاشتند. بنابر معلومات باغداران سال روان بارشات پی در پی آغاز فصل بهار به درختان میوه دهنده تاثیر منفی رسانیده است. زیاد از یک بارش روز در میان یا اینکه شده ایستاد که این پسشوی نسبتا پسشوی حرارت و هم بارشات زیاد با گردآلودشوی گلها و غیره‌بندی گلها تاثیر منفی رسانیدند. آنها پوره گردآلود شده نتوانستند. بنابر همین سال جاری در اکثریت قطعه‌های باغ‌ها و هم ناحیه ولایت ما غیره‌بندی حاصلناکی درختان میوه دهنده پست میباشد. حالا هم تاثیر همون بارشات و در منه میوه‌های گیلاس دیده میشد که نابودشوی و پوسیده‌شوی میوه‌ها نسبتاً زیاد شده ایستاده است. باغ ملی وحدت سال 2008 بنیاد گردیده است. در آغاز مساحت باغ 92 گکتار را تشکیل میداد. پس از یک سال باشد مساحت آن به 116 گکتار رسانیده شد. حالا باشد در مساحت 515 گکتار باغ و تاکزار بنیاد شده است. میوه‌های آن برای تامین بازار داخلی روانه می‌گردد. اینچنین از میوه‌های این باغ برای آماده نمودن شربت و کنسروهای گوناگون به کارخانه‌های استحصالی دسترس کرده می‌شود. این زمین‌های سنگریزه‌دار دامنه‌کوه به حساب می‌شود. در دشت سنگر جایگیر بوده، حاصلخیزی قابلیت حاصلخیزی‌هاشون بسیار پست. بنابر همین موافق سفارش‌های رئیس جمهور ما همین زمین‌هایی که دامنه‌کوه و زمین‌های قابلیت حاصلناکی‌هاشون پست است با باغ‌های میوه دهنده پوره کردیم. نوابسته به بارشات زیاد باغداران امید دارند که سال روان نیز حاصل دلخواه به دست آورده برای تامین بازار داخلی با میوه‌های تر و تازه سهم گذارند. گزارش اوغلای رجب و سپان جانف برای برنامه اطلاعاتی امروز.